الله متعال جل شانه درباره شناخت عقیده اسلامی و توحید 2500 آیت در قرآن عظیم الشان نازل کرده که در او اقسام توحید و عقیده اسلامی آمده است، یعنی شناخت توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات و حاکمیت و امر و نهی الله متعال جل شانه و تمام عبادت ها که از نماز و روزه و حج و زکات و نکاح و جهاد و قتال و صدقه و اخلاق و محبت و خوف و دوستی و دشمنی، تمام عبادت ها بدون از اصلاح عقیده اسلامی به پیشگاه الله جل شانه قبول نمیشه. چرا که وقتی که عقیده اصلاح بود عبادت الله میپذیره. اگر عقیده غلط بود الله متعال جل شانه هیچ عبادت بنده را قبول نمیکنه. اگر یک مسلمان در عقیده خود اشتباه داشته باشه، اشتباه در عقیده سبب کفر میشه، یعنی از اسلام بیرون میشه، یا مشرک میشه، یا مرتد میشه، یا منافق میشه، یا کافر میشه که هر چهارش کفر است و از اسلام بیرون میشه. اگر کسی در عبادت اشتباه میکنه کافر نمیشه. چرا؟ عبادت نماز غلط میکنه، روزه حج غلط میکنه، عبادت فاسد میشه. باز هم او احتمال عفو و بخشش داره و بخشیده میشه و یا به توبه یا به حدود الله به یه چیز بخشیده میشه یا به اصلاح زو چی میشه. اما اگر اشتباه در عقیده باشه این سبب بیرون شدن از اسلام و ایمان است، نعوذ بالله. پس یاد گرفتن عقیده اسلامی برای همه امت اسلامی فرض عین است و رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه درباره عقیده اسلامی امت را درس دادند تا که اونها شناخت و معرفت و کمالات عقیدهشان به ذات و صفات و قدرت و عبادت و اطاعت و محبت و خوف و امر و نهی الله جل شانه مستحکم شد. به امروز هم برای تمام امت اسلامی یاد گرفتن عقیده اسلامی فرض عین است و عقیده جزء اصل دین است و همه مذاهب اسلامی و کتله های اسلامی در عقیده اتفاقی می باشند، به غیر از یهود و نصارا و مجوس و روافض و فرق های باطل و گمراه و ضاله. دیگه همه امت اسلامی در توحید الله متعال اتفاقی می باشند و اختلاف در عقیده نمی باشه. عقیده آن چیزی هست که از نص سری آیات قرآن عظیم الشان و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم گرفته میشه. الله جل شانه در سوره محمد آیت 19 میفرماید فعلم انه لا اله الا الله، و یقین که باید یک مؤمن بفهمه و بدانه و یاد بگیره و علم حاصل کنه و معرفت حاصل کنه در مورد شرایط و فرایض و احکام و ارکان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که معمولا 2500 آیت درباره شناخت عقیده اسلامی و رد عقاید کفری و ارتداد و شرک و کفر آمده و که این تفسیر کلمه لا اله الا الله را این 2500 آیت قرآن عظیم الشان برای امت اسلامی درس میده. الله جل شانه بر ما و شما توفیق بده که ما و شما برادران و ما خواهرای مسلمان در هر جایی که هستیم کوشش بکنیم که عقیده اسلامی را درست یاد بگیریم، از درس‌های صوتی و تصویری و کتبی اینا مطالعه بکنیم تا که عقیده اهل سنت و الجماعه و عقیده اسلامی را ما و شما بفهمیم.